مرسی شرک، خوب حرمت من من که بهت گفتم اومدن ما با یه 405 لوازمی کار درست نیست. حداقل نخواستی چند دقیقه با هم شام بخوریم. من نخواستم، فکر نکنم اگه میخواستم پدرت حاضر میشد با یه دیو ماشین باز کنم. تو همش فکر ماشینتی، از همون اول ازدواج من با تو اشتباه بوده. هنوز خیلی دیر نشده، اگه خیلی ناراحتی میتونی همین الان بری. واقعا باورم نمیشه منو به یه 405 درجه میدی. خب تو آخه درکی از ماشین بازی نداری. تو واقعا یه آهن پرستی. ببین پرنسس، من تو رو خیلی دوست دارم، به خاطر تو هر کاری میکنم، ولی تو هم باید منو درک کنی که اون ماشین رو دوست دارم. خفه شو طول سگ. اینم بهت بگم دیگه حق نداری اون طول سگ تو بیاری تو ماشین من. اینا میتونی درک کنی؟ اون پژو یه روز تموم زندگیم بود، فهمیدی؟ ولی تو باید بین من و ماشینت یکی رو انتخاب کنی، بهش فکر کن. عجب گرفت. ای من به تو این احمق گفتن یه موقع خر نشی زن بگیری، ولی رفتی گرفتی دیگه. واقعا خدا خراش